بنیاد شعبه معارف ناحیه ونج که سالهای آخر در امارات فرسوده فعالیت کاری می‌بردند در روزهای جشن 30 سالگی صاحب امارت دلنشین خواهند شد. ساختمان بینای مذکور از تحکرسی آغاز گردیده بیناکاران در آشیانه دوم به کارهای خشتچینی مصروف کارند. کارهای سازندگی را در شعبه معارف ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان معماران جمعیت دارای محصولش محدود خدمت رسانی ساختمان اساسی به عهده دارند. از روند کارهای آبادانی برمیاد که ساختمانچان به صفت کارهای انجام داده شده دقت جدی داده همواره میکوشند که انشاء ساحه معارف ناحیه ونج را جوابگو به طلبات معیاری و شهرسازی به انجام رسانند. بینای زمانوی عبارت از 3 آشیانه که از 12 اتاق کاری عبارت است تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده می شود. این امکان می دهد که شرایط کاری کارمندان شعبه معارف بهتر گردیده برای اجرای وظیفه‌های خدمتیشان شرایط مساعد فراهم آورده می شود. طبق نقشه برای خود گرفته شده علاوه باز 11 انشاءات دیگر نیز به مبلغ 15 میلیون و 215 هزار سومانی از جانب صاحبکاران و شخصان علاهیده وسعت می‌یابد. از انشاءات نامبر شده این بنگاه طبی، داروخانه، مرکز سودا، کارگاه خرد استحصالی و تالار و میدانچه‌های ورزشی را در بر می‌گیرد. در جماعت دهات جاویدان باشد از ماه اپریل این جانب ساختمان بنگاه طبی ادامه داشته کارهای ساختمانی از تحکرسی شروع گردیده کارهای خشتچینی با مرام پیش می‌روند. برای بنیاد مؤسسه ساحه تندرستی 662 هزار سومانی طبق لایحه از جانب برنامه رشد سازمان ملل متحد مبلغ گذاری شده شکست ریخت بنگاه به ذمه 8 نفر ساختمانچان صاحب تجربه جمعیت دارای مسئولیتش محدود BDM به عهده دارد. همه انشاءات کارهای ساختمانی رفته ایستادند و طبق نقشه به استفاده داده میشوند و بسیاری آنها در عرفه انجامیابی میباشد. مثلا باغچه بچگانه دا 24 نفر 12 نفر مرکز خدمت رسانی همون با جای کاری می شود. در دهه چخاق با تشبث صاحبکار بهاءالدین اسایف میدانچه برهوای ورزشی ساختمانش در عرفه انجامیابی قرار دارد. 95% کارهای ساختمانی در انشاءات به اتمام رسیده. تنها کارهای رنگ و بارکنی باقی مانده است و خلاص. میدانچه با درازی 25 متر و 15 متر پهنایی در بر داشته برای بازی ورزشی بسیار قلای است. بنا به اقرار ساکنان تهجایی کارهای ساختمانی از سال 2020 آغاز شده. در بنیاد انشاءات که در آستانه جشن 30 سالگی استقلال کامل میهن در اختیار نورسان جوانان دهه قرار خواهد گرفت 75 هزار سومانی خرج گردیده است. از جانب صاحبکار این دهه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نیز از نو ساخته شده در اختیار فرزندان این روستا گذاشته شد. با مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات ورزشی منبع جوانان در این میدانچه ورزشی مشق و تمرین خواهند کرد. در شفاف میدانچه ورزشی از طرف صاحبکار مرکز سودا و خدمت رسانی دو آشیانه در عرفه به اتمام رسید. در آشیانه یکم مرکز سودا، کارگاه دوزندگی، حمامخانه و سرتارشخانه را در پی داشته برای 12 کس جای نوی کاری مهیا می شود. در آشیانه دوم باشد کارگاه دوزندگی برای 8 نفر جای پیش بینی شده است. در پایدامان پیریخوی آوازدار خرسان و فچنکوی ناحیه ونج از جانب صاحبکار حمزه جلانوف 2 میدانچه ورزشی و بنیاد آسایشگاه استراحتی برای قبول سیاحان و مهمانان به نقشه گرفته شده است. دهه گرم چشمه جماعت دهات راوند که دارای آب گرم و شفابخش در قعر زمین این موضع جایگیر است با بنیاد شدن انشاءات سیاحی به مکان دوزداشته و تماشاباب تبدیل خواهد یافت. چنین روند سازندگی در همه روستاهای ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان با استقبال جشن عمومی کشور 30 بهار پرفیض و با برار میهن استقلال دولتی با سرعت صفت بلند پیش می رود.